مکرم دروازی یک عربی تاجیک تبار در پی جستجوی ریشه های خود به تاجیکستان آمده است. خانواده این مرد حدود 500 سال قبل از قلمرو تاجیکستان امروزه اول به یمن سپس به تونس هجرت کردند. پس از سفر و پرسجو تخمین کرده است که اجدادش قرنها پیش در دروازه تاجیکستان زندگی می‌کردند. طی این همه سالها اسم خانوادگیشان هم از نسل به نسل گذشته نشان از وطن باباگی خود را حفظ کردند. مکرم دروازی زاده تونس است و حالا در قطر کار و زندگی می‌کند. دروازی هي من جبال درواز الشاهقة العالية الغالية. دروازی نام خانوادگی ما است و این نام از منطقه کوههای بلند ریشه می‌گیرد و در آسیای میانه در جنوب و شرق تاجیکستان جایگیر بوده است. با این نام گذشتگان شما چند سال قبل از اینجا رفتن به اون کشور عربی و با این نام تا این حال حاضر شما زندگی کردید؟ تقول الرواية طبق روایت ها باباهای ما 500 سال قبل از درواز هجرت نموده در قدم اول از راه بخارا به یمن و بعد به تونس رفتند. محبت به هویت ملی و خصوصا به آبیشخورم ما را وادار کرده است که کاوش های بیشتری انجام دهم و معلومات بیشتری عاید به سفر باباهایم به کشورهای عرب به دست دارم. این خوشبختی من است که اصل و اصالت خودم را میدانم و این را باید گویم که امکان مادی هم دارم که باز جستجوی خود را ادامه دهم. من روی زمین درواز 2 زانو زدم و خاک آن را برداشتم و بوسیدم، گریه کردم. تا آمدنم به درواز با یک محبت زیاد در اینترنت درواز را جستجو می‌کردم و عکس‌های کوه و دامنه‌ها و سنگ‌های بزرگ و شخ و راه‌ها و پیراهه‌های آن را دیده بودم. همین حالا که با شما صحبت دارم موی بدنم راست شده است. و چرا به این کشور عربی رفتن؟ چی اونها را وادار کرد که به اونجا بروند؟ مردم آسیای میانه و از جمله درواز از عالمان با فضل علوم اسلامی بودند و یک از عامل‌های هجرت به یمن و بعد به تونس همین بوده است. و یک عامل دیگر حمله مغول‌ها در عصر 13 به آسیای میانه بود که جنگ‌های دوامدار باعث هجرت مردم شده باشد. عمک‌های دروازی را پیدا نمودم و گفتم ما سنگ اول آغاز مناسبت‌های خویشاوندی و فرهنگی و دوستی خویشاوندان خود را می‌گذاریم. سفارتخانه تاجیکستان در قطر فعالیت خوب دارد و با جناب سفیر صحبت داشتیم. ویزای تاجیکستان سهل و آسان است و در نظر داریم یک گروه خویشاوندان را به درواز ببریم. مکرم دروازی اظهار داشت که از بس که تاجیکستان در تونس سفارتخانه ندارد، برای دوستی مردم دو کشور و به خاطر دوستی و نزدیکی تاجیک تباران تونس با تاجیکستان در آنجا یک مرکز فرهنگی تونس و تاجیکستان بنیاد خواهد کرد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، محمد وفا رضازاده، آزادی دوشنبه. رحمت